قطعا این قلدر که از نظر ما قلدر معاونه در صحنه حضور پیدا میکنه اصلا علاقه به این نداره که در واقع کشورها کنار همدیگه باشن و یک هم‌افزایی با هم ایجاد بکنن و به منافع مردم خودشون توجه داشته باشن. هنوز در یک توهمی به سر میبرن 100 سال 200 سال قبل